رفقای خودم، ایشالله حال دلتون ردیف باشه. یه چند تا آپدیت بدنی و تمرینی آوردم براتون از ویدیو جدید منتشر شده هادی چوپان که خیلی جای بحث داره، تا وضعیت و شرایط بیگ رامی از زبان خودش که چرا شرکت نکرده این مدت، و آپدیت وسلی وزرز که میشه گفت احتمالش هست قهرمان بعدی دسته کلاسیک خودش باشه و وایسی تا در موردش صحبت کنیم، و تا آپدیت جدید کریس پامپسن نزدیک به 3 هفته کمتر تا المپیا مونده. و تا آخر ویدیو با هم باشین و همین الان ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید که باعث میشه ویدیو بیشتر دیده بشه. دمتون گرم، اشکاله همتون. آقا دیشب بود که هادی چوپان یک ویدیو از خودش منتشر کرد که الحق هم خفن بود و خیلی حال کردم باش، مخصوصا اون قسمتی که دوربین روی مجسمه گل رفت و با جمله ای که خطرناکترین آدم جنس ساکت ترینشونه واقعا خوب و تمیز در آورده بود ادیتورشون. ولی بعدش ما توی ویدیو بدن هادی رو دیدیم که احساس کردم آمادگیش یکم پایینه. چرا؟ چون من مدام ویدیوهای هادی رو میبینم و میدونم حالا هادی شاید 6 هفته تا المپیا هم در همین حد آمادگی باشه. هادی همیشه آماده است، یعنی آمادگی 7 هفته شو دیدم، 6 شو دیدم، 5 شو دیدم، 4 شو دیدم و برام سوال شد مگه میشه هادی کمتر از 3 هفته توی المپیا تو این سطح از آمادگی قرار بگیره؟ قطعا نه و نمیدونم دقیق کی این ویدیو گرفته شده، ولی برای الان نیست. که همین 2 روز پیش بود که ویدیو تمرینی با دلناسول هادی چوپان رو داشتیم که سطح جزئیات و کات بازوهای هادی اصلا یه لول دیگه بود، حتی سایزش هم ریزه تر بود به خاطر رژیم و فشار دوره آماده سازی. و اصلا این ویدیو به نظرم ویدیو جدیدی نیست، حتی توی صورتش هم کاملا معلومه. و به قول یکی از مخاطبا که متوجه رفتار هادی شده بود این بود که این مدت، یعنی سال 2024 هادی برخلاف سال 2023 خیلی بدنش رو پوشیده تر داره جلو میبره که سال قبل با قهرمانیش همش خودش رو نشون میداد. پس یه جورایی داره خودش رو برای کار بزرگی که توی المپیا میخوان انجام بده آماده میکنه، بدون اینکه قضاوت بشه. و از لحاظ استراتژی واقعا به نظرم این حرکت خداست که آروم و بی سر و صدا بری جلو و یهو همه سورپرایز بشن که از ورژنی که روی استیج آوردی. و دومین ویدیو که میخوام در مورد صحبت کنیم ویدیو منتشر شده از خود بیگ رامی که معمولا از این آپدیت‌های وضعیتی از بیگ رامی پیدا نمی‌کنیم حقیقتش. که من ویدیو دیدم دروغ بگم چرا هیچی نفهمیدم، اون به خاطر زبان خودشی که داره به صحبت میکنه، خاطر همین سبک کردم رسانه‌های خارجی هر دو شده ترجمه‌شو کی بیارن، چون خودم با هوش مصنوعی هم سعی کردم ترجمه‌شو درارم یه جایی توپخ میداد و اصلا جمله معنا نمیداد که بیام بهتون بگم. ولی خب بالاخره ترجمه شد، صحبتاشو بعدی صحبتاش هم شد این. دلیل این که چرا المپیا و این 1 و 2 سال رو غایب بودم این بودی که درمانی که برای آسیب دیدگیم، یعنی همون بهبودی سلول بنیادی و عضلات از دست رفتن بوده، زیاد جواب نداده. من نمیخوام با 50% توانم رقابت کنم. همتون یادتونه که بیگ رامی چقدر آسیب دیده بود و چقدر عضله از دست داده بود و با دقیقاً همین روش بهبودی سلول بنیادی می‌خواست خیلیاشو برگردونه و خب موفق هم نبوده انگار تا الان. و به نظرم این خودش یکی از دلایل خیلی محکمی بود که شنیده بودم آقا من خوب نشده بدنم آماده نیستم. هرچند خودم به شخصه خیلی دوست دارم که بیگ رامی روی استیج ببینم، ولی واقعا نمیخوام که با نصف توانش ببینمش، باید 100% روی استیج بیاد. ولی مشکلی که داشت این بود که هی انگار از کلمه اگر شرکت کردم دوباره استفاده می‌کرد که باعث شد فکر کنم اصلا قراره هیچ وقت دوباره بیگ رامی رو ببینیم یا نه. و در مورد ویزاش هم که گفت الان به مصر برگشته نکنید، جایی که قبلا بوده، برای همین شرایطش هم سخت‌تر شده برای گرفتن ویزاش. ولی یه سی بهم میگه دیگه قرار نیست که بیگ رامی حضور داشته باشه توی المپیا و سالش هم داره بالاتر میره و سال به سال هم همینجوری داره از دست میده. نظر شما در مورد بیگ رامی چیه؟ نظرتون واقعا دوباره بازم میبینیمش توی المپیا یا نه؟ و خبر بعدی هم میرسه به آپدیت بدنی وسلی وزرز که به نظرم قرار یک اتفاق تلخ توی دسته کلاسیک بیفته برای کسایی که طرفدار رامودینو ان که یکیش خود منم. فقط به این عکس فیگور و گل نگاه کنید که به صورتش هم نگاه کنید متوجه میشید که توی چه دوران سخت و آمادگی قرار داره و از این حد آمادگی صورتش میشه فهمید که بدنش توی چه صد از آمادگی بالایی قرار داره و حدی بدنش پر جزئیاتی که الان توی عکس انگار داره میخوره تو صورتمون. و بر اساس آپدیتایی که هم از وسلی داشتیم و هم از رامون
واقعا نمیبینم که رامون بتونه از وسلی بگذره و احتمالش خیلی زیاده که وسلی جزء تاپ 2 قرار بگیره، بعدش رامون بیاد و با بازنشستگی کریس سال بعد وسلی مسیرش رو ادامه میده. حالا این نظر منه، میتونه نظرش متفاوت‌تر باشه. حتی توی آران کلاسی که وسلی با پاهای ضعیف‌تر در مقابل رامون قرار گرفت، بازم مسابقه رو گرفت دستش و وسلی فقط فریم بزرگتری رو نسبت به رامون، شونه‌های خیلی عریض‌تر از این بخاله به شدت پهن‌تر و خیلی شیپ زیباتر. یه هم باشگاهی داشتم که خدای ژنتیک بود، حالا وضع مالش هم زیاد خودم و بنده خدا و واقعا اگه اون بچه مایه بود الان یه واقعا ترقی توی مناسازی کرده بود، ولی واقعا خدا و ژنتیک. چون یه صحبت هم در مورد این ژنتیک و مثل المپیا داشتیم با هم دیگه می‌کردیم که یه بحث خیلی جالبی کرد و گفت ممکنه یک نفر یهو سر کله‌اش پیدا بشه که معلوم نیست تا الان کجا بوده، ولی جوری میاد بالا که بقیه پشت سرش میمونن. آجی این بدنسازی به معنی واقعی جنگ ژنتیک، اگه نداری واقعا کارش نمیشه کرد، کار تمومه. و آخری هم آپدیت بدنی کریس بامستد که چند تا عکس از خودش منتشر کرده که وقتی بهش نگاه میکنم فقط میگم چه جوری ممکنه که هیچ کس توی هیچ پادکستی، نه کانال ورزشی مثل خودمون، نه توی کامنت ها بگن که کریس قرار امسال شکست بخوره. یعنی عملا هیچی نمیبینی. حالا دیگه الان من گفتم هیچی نمیبینی، زیر همین پست می‌نویسن کریس امسال قرار شکست بخوره. و چقدر حس جالبی که بدونی قرار امسال قهرمانی تکرار بشه و صحبت‌های مردم در مورد که کریس پتانسیل رقابت در دسته اوپن هم داره در کل. میخوام بهتون بگم اگه به نظرتون امسال کریس قرار بازنشسته بشه، اگه یعنی 100% نه و سال آخرش باشه، و بازم میگم اگه، چقدر بد میشه که قهرمانیشو نتونه تکرار کنه و قهرمانیشو از دست بده و بعد بازنشسته بشه. اگه 1% بقیه رقابت کننده ها شانس داشتن که بیان جلوی کریس قرار بگیرن و شکستش بدن، کی میتونه باشه؟ کی قدرت اینو داره که واقعا کریس رو شکست بده؟ میتونی بهم بگین؟ واقعا سوال برام که اگه جوابشو داره توی کامنت ها بهم بگید. خب رفقا، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید تا اینجا. ممنونم از تمام مخاطبایی که کانال منو حمایت میکنن. امیدوارم بتونم لایو مثل المپیا رو پوشش بدم اگه شرایطش واسم فراهم شد و خودم میام جلوی دوربین و واقعا عشق میکنم اگه ببینمتون. دم همه مخاطبای خودم گرم، باش کله همه رفقای خودم گرم. پیاق.